يا نفس إن لم تظفري لا تجزع. یالا برادرم و خواهرم، زود باشید، وقتش رسیده که خودمون هم همگی با هم به سوی خدا برگردیم و به درگاه او توبه کنیم تا رستگار شویم. و الله منتظر بازگشت ما و شما هست. الله متعال در قرآن کریم می‌فرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. و ای مؤمنان، همگی با هم به درگاه خدا توبه کنید، شاید که شما رستگار شوید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: ان الله تعالی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها او کما قال صلی الله علیه و سلم. همانا خداوند دست رحمت خیش را در شب می گستراند تا کسی که در روز گناه کرده است توبه کند، و دست رحمت خیش را در روز می گستراند توبه کند هر آن که در شب مرتکب گناه شده است. و این وضعیت تا زمانی که خورشید از مغرب طلوع کند، یعنی قیامت، ادامه دارد. سبحان الله، خدایی که رب العالمین است و هیچ نیازی به بندگانش ندارد، هر صبح و شام تا قیام قیامت آغوشش را باز کرده تا گناهکاران شب و روز به سوی او بازگردند و آنها را بیامرزد. پس منتظر چی هستیم عزیزان من؟ همه با هم دستانمان را به سوی او بلند می‌کنیم و می‌گوییم: نستغفرک اللهم من جمیع الذنوب والخطایا و نتوب الیک. پروردگارا، ما همه تصمیم گرفتیم این رمضان را با توبه و استغفار استقبال کنیم و با توبه و استغفار هم آن را سپری کنیم. پس پروردگارا مدد بفرما و کمکمون کن. در اینجا و در این قسمت سؤالی دارم از پدران و مادران، علما و مسئولین و حکام مسلمین. آیا دوست دارید فرزندانتون و پیروان و هوادارانتون و مردم و رعیتتون به سوی خدا بر بگردند و به درگاه او توبه کنند و خوب و صالح باشند؟ اگر جواب مثبت است، پس چرا خودمون توبه نمی کنیم؟ همیشه بچه ها مقصر و گناهکار نیستند. همیشه پیروان و هواداران مقصر و گناهکار نیستند. همیشه مردم و رعیت مقصر و گناهکار نیستند. چرا ما عادت کردیم همیشه دیگران را مقصر جلوه بدهیم و خود را پاک و منزه؟ در گذشته اگر بزرگی یا عالمی شترش نافرمانی می کرد، به جای اینکه تازیانه بر کمر شتر بزند، به پای خودش می زد و بعضاً تا 1000 بار استغفار می کردن، چون این شتر همیشه مطیع و فرمانبردار بود. امروز چی شده که بیتابی و نافرمانی می کند؟ حتما من صاحب شتر مرتکب خطایی شدم. همچنین فرزندان، دخترها و پسرامون و جوانان عزیز و عموم مردم. چرا یک بار هم که شده فکر نکردیم اون کسی که در درجه اول نیاز به توبه دارد پدران، مادران، علما، بزرگان و حکام هستند؟ چون توبه و صلاح آنها توبه و صلاح یک خانواده، یک طایفه، یک جامعه، بلکه یک امت هست. 2 صنف از مردم اگر اصلاح شدن، جامعه اصلاح خواهد شد: علما و امرا. حضرت علی رضی الله عنه می‌فرمایند: لا خیر فینا ان لم نقلها
ولا خیر فینا ان لم نسمعها اتق الله. از خدا بترس. خیری در ما نیست اگر این کلمه را به هم دیگر نگوییم و خیری در ما نیست اگر این کلمه را از همدیگر نشنویم. اتق الله، از خدا بترس. آیا امروز جرأت می کنید به عالم یا مسئول و حاکمی که فکر می کند بزرگ است بگویید اتق الله، از خدا بترس؟ هرگز، چون خودش را فوق تذکر و نصیحت می داند، در حالی که در اسلام هیچ احدی و در هر جایگاهی که باشد از تذکر و نصیحت و توبه و استغفار به درگاه خدا مستغنی و بی‌نیاز نیست. خدای متعال می فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، و پیوسته تذکر بده چون تذکر مؤمنان را سود می بخشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند الدین النصیحه، دین یعنی نصیحت، نصیحت برای همه. چرا این همه از خود راضی شدیم؟ چرا این همه از خود راضی شدیم و به دیگران با دیده تقصیر و خطا و تحقیر نگاه می کنیم؟ وقتش رسیده که به خود بیاییم و به درگاه خدا توبه کنیم. خداوند عزوجل در محکم تنزیل می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، همه شما به درگاه خدا فقیر و نیازمند هستید و این الله است که غنی و بی نیاز و ستوده شده است. تواضع و ادب رسول خدا صلی الله علیه و سلم و بزرگان صحابه را ببینیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی می‌فرمایند یا ایها الناس توبوا الی الله واستغفروه فإني اتوب الی الله فی اليوم 100 مره. ای مردم، از خدا آمرزش بطلبید و به درگاه او توبه کنید، زیرا من هر روز 100 بار به درگاه خدا توبه می کنم. و در حدیث دیگر می فرمایند هیچ کسی به عملش وارد بهشت نمی شود. گفتن حتی انت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، حتی تو یا رسول خدا؟ فرمودم حتی من، مگر این که الله تبارک و تعالی مرا شامل لطف و رحمتش قرار بدهد.